سلام. اگر هنوز واسه دخترتون کادو نگرفتید بیاین با هم دیگه یه کادوی سریع و خوشگل درست کنیم. من رفتم گل فروشی و گفتم که تلفن شفاف بهم بدید. بعد من از همون گل فروشی روبانم خریدم چون آماده بود و یه سیم مفتولم داشت. من همینو خریدم. این بزرگه، باید ببرمش. نه بزرگ نیست. خب حالا به بخش کادو میرسیم که کافیه یه ماگ داشته باشیم. حالا شما میتونید ماگو بذارین همینطوری بمونه یا مثلا یه چیزای ریز این شکلی یا هر کادوی دیگه‌ای که توی ماگ جا میشه رو بذارید که یه حالت سورپرایزی و بامزه هم بشه. بعدش نوبت پوشال یه عروسکی که دخترتون دوست داره میتونید انتخاب کنید یا هر چیزی که فکر میکنید بامزه تره رو بذارید روی اینو قشنگ وسط سلفون بذارید. بعدم پوشه های سلفون رو بیارید بالا. از این خیلی خوشم نمیاد، دوست دارم باز کنم پاپیونش کنم. امیدوارم خوشتون اومده باشه.